اکا ما استعفا گفتنی همه امام علی رحمانوف استعفا گفتنی همه جنایت است یا نه؟ جنایت است. اکا جنایت است، جنایت است. چی ده جنایت است؟ چه آخه جنایت است؟ او استعفا برای بعد رستم امام علی چیکار میکنه به پدر؟ بعد عذاب میکشه مثل فرزند شما مردی کار میشوه. البته این جنایت میشوه. نه نفهم با قانون کنستیتوسیای توجیکستان قطعی پیشمده خدا دروغ نکنه پیشمده بسیار آدم ها وزیر گپای همو گپی من قطعی سپورت رفته من گفتم بخشیش شما اول جواب دیم بعد من گپ میزنم جواب خودم با کنستیتوسیای قطعی من اگر استعفا بگم امام رحمانوف ده همون جنایت است یا نه؟ اگر برادر خیلی جنایت باشه значит انتخابات ها جنایت میشوه برای که یک قسم انسان میروه ناراضگی یعنی مثل استعفا قبول ندارن آوازش نمیتن هر یک انسانی که آواز نداد پس اوش جنایت میشوه خیلی باشه انتخابات هم جنایت است بخشش خیلی جنایت نیست نه او خیلی جنایت نیست یک انسان هم میفوره یک انسان قطع سلام میکنی قطعش گپ میزنی خونش میره یا خونت دعوت میکنی نمیفورد اگر خونت هم اومده باشه در اومدنش نمیمونی همچون وطنی تو است آزادی نه ایجاد گپ ما سوال رفته است اگر این آواز چند بچه ها استعفا گفته الو بله شنیده است این گپ مرا بله چند بچه های خودمان همجا رفته گفته است خیلی برآمد کرده است گپ زده است گپای همو گروه 24 اینا اکای محمد اقبال مثال اینا پیام ملی کی است که شما میشناسید نمیشناسید محمودین کبیری اینا با تلویزیون‌های دیگه هست که شبکه ها همین گپای من بله بله همو دا استعفا گفته است فامیلای خودشون گپ زده است یا خیلیش مثال اینا چی بوری اکمالش مثال گپ دیگه ده فامیلای خودشون قطعی اومده گپ زده است اینا تلویزیون داده استغفرالله چیز قطعی یوتیوب تلفن یوتیوب قطعی ده همه خونه‌شون رفته است یا خیلیشون میگه که مرا میره خماق میکنه چی بگم چی خیلی گپ نزدم من گپ زدم گفته یا خیلیش خودشون پشتی چی کرده است چی بگم نه آرام ایده من گفتم حالی بسته این گپ من با فکر من قطعی گفتم این گفتن شما چیز نیست چی بگم جنایت نیست گفتم بله اگر این جنایت باشه پس انتخابات هم جنایت است برای میرای تو آواز نمیتی که قبولش نداری یعنی معنی که تو برا من دیگه آدم آواز میتم پس انتخابات هم جنایت است چند تاشا خونه‌شون میلیسا رفته است زنگ زد میلیسا هم участковый خدمت رفته است نمیدونم کجا که فهمیده است که بچه‌ای که یوتیوب در اومده استعفا گفته است چیز ده که بگم امام علی رحمانوف همین برای همون میگه بخشش تیمای شما بر اومده رفتم بخشش نه حاجی همین تیما دایم حاجی ای تیما نبر اومده حاجی در درنی همین تیمایم ببین که تو امام علی را ببین که اکا بخشش من آرام شده استم یکم با شما که گپ زده استم پشتی من 49 ساله‌ام همونجا پیشونده فرزندام همش کار کرده است من گفتم خیلی نمیشه برادر با فکر من قطیده اوجه اینا من خدا دروغ نکنه پشتی 20 سال شد همین غریبی داریم ده انا که برادر یک سوال انا که برادر بخشش من گپ ما تمام کنم بعد گپ شما گوش میکنم بخشش بعد یوتیوب قطعی تماشا میکنم نه هر موقع گپ میزنیم و سوال جواب میکنیم ماید رحمت سوال جواب کردن گیره من پروردگار میترسم اگر من مرم میگم مثال گپ مثال منم میگم استعفا امام علی رحمان برام بله همین جنایت باشه میگم من خونه برم اگر من اینا پشت اینا 50 ساله مرا ببره میلیسا بیا بپرسه بگه که تو چی یوتیوب تا دیدم ترا مثال فامیلای ترا نام ترا تو استعفا گفتی ترا میبرم کمال میکنیم ترا میبرم خل میکنم فرزنده تا اینا نومر زده نومر زده نومر میبریم هم خیلی میکنیم بگه من چی جواب بتون میگم دا کافه من کی میخیزم میگم برای همون میگم که شما پسیدستیم آخه بگو که جوابش همین است که اگر استعفا گفتن ما جنایت باشه پس انتخاباتتون هم جنایت است برای که او انسان های میدروین امام علی را قبول نمیکنن دیگر آدم دا آواز میتن یعنی معناش که استعفا امام علی برا گفتگی سبب همین معنا را داره پس انتخابات جنایت است شما چی به انتخابات را برپا میکنید
Konstitutsiya yagon joyda nafsdagi. Yagon joyda nest. Asos kenemda asos. Nest. Ama bora siz nakına çibugum. Nest. Bora ramlachi amu gapoy mara nomar sayda bre misol gap farzandomonda, duxtaramonda, kelinamonda, misol zanamonda, apamonda, xo'aramonda, janamonda aloda mora chaqanashava. Lekin xel bigirem in tarix است tarix. Misol gap iruz Imom Ali bishna paga shoyad xidat. Diğer kısmı bilmiş. Bale. Chibane. Chibane. Mana prezident sham. Bale. Mana men prezident misolga mana ina intihob qilma bina ya sol bina man chiqayin. Men prezident shidim. Bale. Xo'p barodari azizim aka savol ta javob shad dodim. Inshaalloh